ما در این جلسه سعی کردیم که نسبت به یک تعداد داده های نجومی و نرم افزاری یک اتفاقی که در یک محدوده خاصی از جغرافیای تبریز رخ داده در یک زمان خاصی در ساعت خاصی این موضوع رو بررسی بکنیم. ولی خب به طب چون نرم افزارهای ما دقیق نیستند، خب زیاد وارد ریز داستان نشدم. متوجه شدین چی میگم؟ یعنی ما باید نظرات، اتصالات یا چند نظر نجومی مثل مقابله، مقارنه، تربیت، تسدیس، اینا رو بررسی میکردیم، یا اینکه از لحاظ در واقع جایگاه اصلی سیارات و حالا که مربوط به جلسات بعدی ما هست در دروسمون، اینها رو باید بررسی میکردیم و بعد حکم صادر میکردیم. ولی خب برای اینکه یک آشنایی جزئی و اجمالی باشه بر این قضیه، تا اینکه نحوست و یا سعادت یک تعداد کواکب رو از لحاظ سعدی یا نحس بودن اونها با یک ذهنیت مثال محوری بتونم، که مثال واقعی بتونم برای دوستان ارائه بدم، خواستم که این یک جلسه شروع شونده باشه برای موضوعاتی که در جلسات آینده قرار اینها رو به مرور پیشرفته تر بکنیم در دوره خودمون.